در محفلی از رودکی تا فرزانه نمایندگان علم و ادبی شهر خوجند، شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه، ادبیات شناسان و استادان و دانشجویان اشتراک کردند. موضوع نوبتی محفل به حیات و فعالیت و تاثیر شعر مولانا جلال الدین بلخی بخشیده شد. مولانا میگوید که در این سرما سری ما داری امروز، چه خورشیدانه سیما داری امروز، درون ماهی دریا که دیده است عجایب‌های زیبا داری امروز. درون دریا هزار میلیون ماهی میبینیم و درون ماهی دریای کی میبینیم و همین ماهی خود مولاناست. و اما بینید انسانی که مثل ماهی است و این ظرفیتی خود و اما صد جهان را در وجود خودش جا داده است که مولانای ما در همین مقام و رتبه مقدس است. ادبیات شناس سید عمران سیدوف گفت با انتخاب موضوع مذکور می‌خواهند دفتر عمر و اشعار بی‌گزند مولانا را ورق گردان کنند. و امروز محفل ما تحت عنوان از رودکی تا فرزانه و زندگی روزگار و آثار مولانای بلخ بخشیده می شود. چرا ما باز به مولانا رجوع کردیم؟ برای چی باز از مولانا سخن میکنیم؟ در ادامه محفل شاعر ادبیات شناس نورعلی نورزاد با نام مولانا و فرهنگ مردمی معروضه خواند. او ضمن معروضه خود گفت مثنوی معنوی با برابر آن که اثری بی‌نظیر عرفانی است باز انعکاسگری فرهنگ مردمی تاجیکان می باشد. برای در سطح اعلی گذراندن محفل دانشجویان نیز به آن جلب گردیدند. هرچی بیشتر تشکیل گردیدن این گونه محفل ها برای دانشجویان بهره درک وسیع اشعار نیاگان تکان است. برای ما یک نیروی تازه میباشد، زیرا که آن معنویاتی که از ادبیات کلاسیکی ما بود و تا به امروز دوام دهنده ادبیات میراثی ادبیات کلاسیکی ما این شاعر فرزانه میباشد که با یک سبک تازه برای ما ایجاد نموده ایستاده‌اند. در محفل یک چند معروضه دیگر وابسته به اشعار مولانا از طرف ادبیات شناسان به سمع حاضرین رسانیده شد. سرود و آهنگ‌ها بر متن مولانا و فرزانه از جانب سرایندگان سراییده شد. شیرین